در مسکو یک حزب مخالف حکومت روسیه گزارش درباره جنگ در اوکراین را معرفی کرد که از طرف سابق رهبر این گروه بوریس نمتسوف تهیه شده است. خود نمتسوف در ماه فوریه به قتل رسید. در این گزارش آمده است که در اوکراین 200 نظامی روسیه کشته شدند و مقامات به هر یکی از عائله‌های فوتیدگان مبلغی معادل تخمیناً $40,000 تقدیم نمودند تا آنها درباره قتل نزدیکانشان صحبت نکنند. بعد قتل نمتسوف این گزارش را همصفان حزبیش تکمیل نمودند. آنها کرمل را با فرمایش قتل نمتسوف متهم می‌کنند. در شرق اوکراین در منطقه دنیتسک 11 می مقامداران جداییخواه رو به روسیه چاره‌بینی با تنتنه راه اندازی نموده طور خودشان میگویند اولین سالگرد نظرخواهی دموکراتی درباره استقلال از اوکراین را جشن گرفتند. جامعه جهانی این نظرخواهی را همچون عمل غیرقانونی محکوم کرده است. روسیه میگوید نتیجه آوازدهی را که در مناطق زیر نظارت جداییخواهان مسلح دایر شده بود اعتراف می نماید. همچنان روسیه دست داشتنش در این نزاع را رد کرده است. در پاکستان رئیس حکومت ولایت خیبر پختونخوا همراه با وکیلان مردمی این استان در شهر اسلام آباد به سمت پارلمانت فدرالی راهپیمایی اعتراضی نمود. در نزد دروازه پارلمانت یک برخورد کوتاه با افسران پلیس هم جای داشت. سیاستمداران اعتراضگر میگویند حکومت مرکزی میخواهد مسیر دالان نقلیاتی چین پاکستان و جایگیرشوی لایحه‌های مربوط با رشد اقتصادی را از خیبر پختونخوا به ولایت پنجاب قرارگاه مرکزی سروزیر این کشور نواز شریف انتقال دهد. در این بین سروزیر پاکستان نواز شریف با هدف ملاقات با پرزیدنت افغانستان اشرف غنی به کابل سفر کرد. این اولین بازدید شریف از افغانستان در 2 سال اخیر است. روابط میان دو کشور زیاد گرم نیستند. در اظهارات دو رهبر گفته می شود که در مذاکرات توسعه همکاری‌های امنیتی و اقتصادی بحث شد.